مامان اینجا همونطور که توی ویدیو قبل دیدیم من کاملا سورپرایز شدم، چون قرار ما این بود که با هم بریم کافی شاپ و یه نوشیدنی بخوریم و یک کمی وقت بگذرونیم. اصلا قرار نبود همسرم باشه و همه اینا برنامه‌ریزی شده بود برای سورپرایز تولدم و من بدون این که اصلا خبر داشته باشم دوستامم توی همین کافی شاپ برای فرداش که میشد تولد اصلی دعوت کرده بودم که 2 تا تولدم به صورت خیلی اتفاقی و یهویی توی یک کافی شاپ برگزار شد. یک چیز افتاد. کاش آتیش بازی هم بکنم. ده، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1. مرسی. موقع خوردم. دیدی؟ خوردی یادت باشه.